بروک ویلبرگر 19 ساله توی دانشگاه بریکهام یانگ توی یوتا درس میخوند. سال اول تموم شده بود و وارد تعطیلات تابستونی شده بود. خب بروک به جای اینکه بره استراحت کنه، یه قل بازی کنه، تفریحات قاضیه بپردازه، رفته بود سر کار. اون کارهای پاره وقت انجام میداد توی دونه مجتمع مسکونی که کاملتر بهتون میگم. و دیگه ماه می سال 2004 بود که یهو گفت هوشت، ناپدید شد. درود دوستای خوبم، من مجید الیتم. خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدم و کانال خودتون. این اول کاری باید یه خبر بد بهتون بدم. متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم که این پرونده هیچ کاری با اعتمادتون نداره. چی فکر کردین ها؟ آره، ولی خب با اعتمادتون کار نداره دیگه، نداره. به جاش به چیزای دیگه کار داره. بریم به اونا بپردازیم. بریم. بروک کارل ویلبرگر 20 فوریه سال 1985 توسط دو شخص به نامهای گرگ یعنی پدر خانواده و کمی مادر خانواده، کم نبوده، خوب مادری بود، مادر خانواده، توی فرزنوی کالیفرنیا پا به عرصه هستی نهادند. این خانواده 6 تا بچه داشتن که بروک پنجمین بچه بود. در واقع بروک 3 تا خواهر داشت، 2 تا داداش داشت، 2 تا خانداداش داشت، 2 تا آبجی. و خب اونا اکثر زندگیشونه دیگه، یعنی در واقع توی یوجین اورگان زندگی کردن و اونجا رشد و نمو پیدا کرد. بروک مدلش اینجوری بود و خیلی دختر مهربونی بود که از درون خیلی زیبا بود. خیلی هم مهربون بود، هم خیلی زیبا بود، هم خیلی باحال بود، اما از بیرون زیباتر میگفتن بود و خیلی استثنایی بود. کلا درون و برون زیبا بود دیگه، خیلی دختر خوبی بود و با توجه به این برخلاف اینکه خیلی آروم بود اما یه رقیب سرسخت بود، شوخی نداشت. حریف اگه داشت میگرفت تیکه پارش میکرد. رقیب مقیب بر نمیتابید خیلی. توی تمام رقابت ها مثلا تو دبیرستان که درس میخوند توی بسکتبال و دو میدانی و اینا جز اون تاپ پا بود و خب هر وقت هم میتونست به بقیه سعی میکرد کمک بکنه، اما تو رقابت با کسی شوخی نداشت و اینکه نمیذاشت کسی حقشو بخوره. گفت واه، سریع یه دونه میزد طرفو ناکاوت میکرد. بروک خب همزمان که سال اول بود تو دانشگاه بریکهام یانگ یه رابطه ای هم داشت با دوست دوران کودکیش که اون موقع دوست بود و در اون زمان که در واقع همون سال هولوش 2004 دیگه با اون شخص تو رابطه بود. منتها لانگ دیستنس بودن. شخصی به اسم جاستین بلیک. در واقع از 16 سالگی بروک این دوتا با هم دیگه رفته بودن به صورت رسمی توی رابطه. خب بهار سال 2004 بود و دانشگاه داشت تموم میشد دیگه. سال اول تحصیل بروک توی دانشگاه بریکهام یانگ داشت تموم میشد و تابستون میرسید و تعطیلات و بروک خیلی مشتاق بود که برگرده خونه خانواده‌اش رو ببینه. فاصله داشتن دیگه، برگرده خونه پیش خانواده‌اش باشه و همزمان میخواست تو اون 3 ماهی که تعطیل بود هولوشن کار بکنه تا یکم بتونه مثلا هزینه‌های تحصیلش رو یکم هندل بکنه، هزینه‌های زندگیش اونجا رو که داشت تحصیل میکرد مثلا یه مقدار پول جمع کنه برای خودش. خواهرش استفانی اون توی با شوهرش توی یه مجتمع آپارتمانی به اسم اوک پارک اونجا مدیر مثلا فرض مدیر ساختمون بودن. بعد به بروک پیشنهاد داد استفانی، گفت تو که میخوای کار کنی بیا اینجا پیش ما کار کن، اون کار ساختمون رو انجام بده در حد نظافت و اینجور چیزا که یه پولی دستش بیاد. خانواده بروک توی یه شهری به اسم ونتا زندگی میکردن. اون مجتمع آپارتمانی که استفانی توش زندگی میکرد با شوهرش یه شهری بود به اسم کوروالیس، یه شهر دانشجوخیز بود و خب اونجا هم در واقع اینجوری بود که تابستون داشت میشد دیگه، دانشجوها داشتن میرفتن شهر خودشون. شهر یکم مثلا شلوغ پلوغ بود، داشت خلوت میشد. خب برنامه بروک و استفانی چیزی که با هم دیگه چیده بودن این بود که به خاطر مسافتی که بین ونتا و کوروالیس بود که اولوش 50 دقیقه با ماشین بود، قرار شده بود که بروک چند روز تو هفته رو خونه خواهرش بمونه، اونجا اسکان داده بشه، هی نیاد بره هر روز. 24 می سال 2004 خب شهر داشت خلوت میشد و بروک کارش رو شروع کرده بود. کارش دقیقاً چی بود؟ نظافت میکرد. مثلا به نمیدونم چراغ تمیز میکرد، مثلا نظافتچیایی که اینجا واسه ساختمونا میاد یه همچین کارایی داشت انجام میداد، مثل سرای دارتور که به ساختمون رسیدگی میکرد تر تمیز بمونه.
توی روز 24 می بروک قرار بود که ناهار رو با خانواده استفانی و بچهای استفانی بخوره. ساعت هولوش 10 صبح بود. استفانی پنجره رو باز کرد، بیرون نگاه کرد و دید که بروک داره یه سطل آبی رو پر میکنه به هدف اینکه چراغای جلوی ساختمون رو تمیز بکنه و اون یه دونه تیشرت فوتبالی پوشیده بود، یه سویشرت نیلی تنش بود، یه شلوار جین و یه دمپایی لاانگشتی هم پاش بود. استفانی هم داشت برای در واقع خودش، بچه‌هاش و بروک نهار تهیه میکرد. نهار میپختوند. ساعت هولوش 1 بعد از ظهر شد. من از اون طرف اینم بهتون میگم بروک وقتی داشت اون کارا رو انجام میداد اصلا ناراضی نبود و کاملا متمرکز و به نظر میومد که خیلی راضی از این کاری که داره میکنه. خب ساعت هولوش 1 شد. استفانی دید خبری از بروک نیست. خب ممکنه آدم یادش بره، ولی خب بروک آدمی بود که خیلی دقیق بود. یعنی اگه میگفت من 1 میام نهار، 1 میومد نهار. ولی نیومده بود. ولی خب از اون طرف استفانی ناراحت نشد، یعنی نگران نشد. با خودش گفت لابد خیلی غرق کارش شده و یادش رفته، یعنی ساعت رو نفهمیده چنده. با بچه‌هاش راه افتادن اومدن پایین و اصلا نگران نبود. بچه‌هاش در این حد نگران نبود. با بچه‌هاش که اومده بودن بیرون به شوخی بلند گفت که گروه جستجو برای پیدا کردن بروک راه افتادن و اینا، که مثلا بروک بشنوه بخنده و خوشش بیاد و اینا. ولی تو اون مجتمع که اولوش 100 واحد بود داشتن قدم میزدن، دیدن هیچ اثری از بروک نیست. چیزی که تو مرحله اول باعث نگرانی استفانی شد این بود که اون سطل آبی که بروک پر کرده بود که بخواد نظافت چراغا رو انجام بده رو یه جورایی دست نخورده اونجا پیدا کرد. انگار اصلا چیزی ازش برداشته نشده بود. به علاوه این که دمپایی که بروک پوشیده بود و پیدا کرد همونجا که یکی از لنگه هاش حتی اون لاانگشتی دیگه پاره شده بود. و همین راحتی پاره نمیشه که، ولی اون پاره شده بود. تو مرحله اول زنگ زد به شوهرش، گفت شوهر جان بروک کو؟ گم شد. خواهرم گم شده، خاخورم گم شده، بیا دنبالش بگردیم. آقا اونو شروع کردن تو مجتمع دنبال بروک گشتن به امید اینکه یه ردی پیدا بکنن. شاید رفته قایم باشک داره اصلا بازی میکنه. ولی خب وقتی نگرانیشون به اوج خودش رسید که رفتن سراغ ماشین بروک و دیدن که درش قفله و توی ماشینش هم کیفش هم موبایلش وجود داشت. دیگه هولوش ساعت 3:07 بود که تماس گرفتن با پلیس و گزارش کردن که خواهرش یعنی بروک گم شده. مامورای پلیس به محض اینکه اومدن سر صحنه سریع اعلام کردن که با یه پرونده آدمربایی طرفن. خب اونا جستجو رو خیلی سریع شروع کردن و یه جورایی تبدیل شد به فشرده ترین و خفن ترین جستجوی تاریخ اورگان. ببین در حدی که حتی مثلا هولوش چند هزار نفر توی اون جستجو شرکت میکردن. جستجوی خیلی گنده، همینجوری کوچولو بود، هی گنده میشد، هی گنده تر میشد. چه جوری؟ اول شروع کردن تو مجتمع واحد به واحد رفتن سراغ اهالی اون مجتمع تا ببینن کسی چیزی دیده، میدونه یا نه. بعد رفتن دورتر، مشاغلی که اون اطراف بود. بعد رفتن یکم دورتر، خوابگاهایی که اونجا بود، اعلامیه پخش می‌کردن. حتی روستاهایی که اطراف بودن اونا رفتن جستجو انجام دادن تا یه ردی از بروک پیدا بکنن. پلیس توی تحقیقاتی که انجام میداد یکی از اهالی اون ساختمون گفت هولوش ساعت 10:30 بود که صدای جیغ وحشتناکی رو شنیده و تا اومده ببینه که چه خبره، نگاه کنه ببینه صدا از کجاست، چیز خاصی ندیده، هیچ نشونه از آدمربایی ندیده، فقط دید سطل آبی اونجاست و اینا. احتمالاً چند ثانیه دیر رسیده بود. و خب به پلیس یه سری گزارش هم از یه ماشین مشکوک رسیده بود که هولوش همون تایم اون اطراف داشته میچرخیده. چه ماشینی؟ یه ون دوج کاروان سبز مدل 1997. بله. وقتی این گزارش به دست پلیس رسید یکی از کارمندای دانشگاه ایالتی اورگان به اسم باب کلیفورد به پلیس گزارش داد. گفت من صبح همون روز یه همچین ونی رو با همین رنگ توی پارکینگ دانشگاه دیدم که داشت با یکی از دانشجوهای دختر صحبت میکرد. چند هفته از تحقیقات گذشته بود که پلیس رسید به یه شخصی که حول هوش 80 مایلی کوروالیس زندگی میکرد. شخصی به اسم سونگ کوکیم. ببین اسمش شبیه جمله سوالیه، سونگ کوکیم، که 30 سالش بود. خب اون یه سابقه عجیبی هم داشت، خیلی عجیب. الان بهتون میگم. ببین یه بار به خاطر اینکه چند هزار جفت لباس زیر زنانه رو دزدیده بود از خوابگاه دانشگاه و اینا، دستگیر شده بود. وقتی رفته بودن تو خونهش دیده بودن یه تپه لباس زیر ریخته اونجا. و خب توی سیستمش تونسته بودن یه سری مطالب پیدا بکنن که در واقع مربوط میشد به امور اداری
و اموری که به صورت خیلی دردناک و غیر قابل بیان توی یوتیوب با بدن بیجان انسان ها انجام میداد. اینجور چیزا. پلیس تصورش این بود که خب این سونگ میتونه توی آدم ربایی بروک دست داشته باشه. شروع کردن به تحقیقات که بچسبونن بهش، ولی خب اون تبرئه شد، از لیست مظنونا خارج شد. در واقع حکمی که بازداشتی که اتهامی که بهش نخورده بود تبرئه نمیشه، ولی خب از لیست مظنونا خارج شد، چون مشخص شد یه دقیقاً زمانی که بروک ناپدید شده اون توی خونه پدرش در حال خرید آنلاین بوده. یعنی مدرک محکمی داشت که اصلا اون حوالی نبوده که بخواد کاری با بروک انجام بده. هفته ها میگذشت و تبدیل میشد به ماه و یه چند ماهی گذشته بود. خب وقتی که پرونده اینجوری خبری سرنخی وجود نداره، توش هیچ خبر جدیدی وجود نداره، سرد میشه دیگه یه مقدار. حالا اینکه خانواده همچنان امیدوارن که دخترشون زنده باشه که این به کنار، ولی اون جستجوهای گسترده خیلی دیگه نایاب شده بود، اصلا پیدا نمیشد و توجه رسانه‌ها همچنان بود به پرونده بروک. ولی خب بالاخره پرونده‌های جدید میاد دیگه، به اونا میپردازن، اونا داغن. میگن چی؟ نو که میاد به بازار کهنه میشه دل‌آزار. احسن به شما، کارت صدآفرین. حالا 6 ماه بعد، یعنی 30 نوامبر سال 2004، یه تماسی به پلیس شهر جالب و خاطر انگیز آلبوکرکی نیو مکزیکو رسید که در واقع یه طوله‌وش 1400 مایل از شهری که بروک توش ناپدید شده بود فاصله داشت. یه دانشجوی تبادلی 22 ساله، تبادلی یعنی از روسیه اومده بود تو اون دانشگاه آلبوکرکی و در واقع اون با پلیس تماس گرفتن، خبر دادن که این دانشجوی 22 ساله که روسی الاصل بود از یه آدم ربایی و امور اداری وحشتناک فرار کرده. آلبوکرکی کجا بود؟ شهری که بریکینگ بد بود، هایزنبرگ بزرگ، اون شهر اونا. اما داستان این خانومی که از بند آدم ربا رهانیده شده بود، یه خانومی به اسم دارا فینکس، ربطی نداره این خانومه نیست خیر، توی ماشین شاسی بلندش داشت رانندگی میکرد با 3 دختراش که یهو دید یه خانومی کاملا برهنه اینجوری پیتیکو داره میدوه به سمت یه رستوران که بره تو. دید بسته است، شروع کرد در زدن. این خانومه فهمید یه چیزی درست نیست. دارا پیاده شد رفت سراغش، آوردش توی ماشینش نشوند، در رو قفل کرد. وقتی اون یکم آروم شد اشاره کرد که اون کسی که در واقع حالا ازش داره میترسه یه توی ماشین کوچولوی قرمز پشت چراغ قرمزه، نشونش داد و دارا تماس گرفت با پلیس، گوشی داد به اون خانومه توضیح داد چه اتفاقی براش افتاده و ماشین و آدم رباشو برای پلیس توصیف کرد. اتفاقی که برای اون خانم دانشجو افتاده بود اینجوری بود. اون داشت میرفت که یه مردی که به توصیف اون خانم قد بلند، چارشونه، ریش و سفید پوست و اینا بود، خیلی گردن کلفت، از پشت اومد سراغش، یه چاقو گذاشت زیر گلوش و اونو با تهدید چاقو برد توی ماشینش و اونجا انقدر امکانات نداشت، اصلا برنامه ریزی نداشته واسش احتمالاً، با بند کفشاش دستاشو بست و همونجا داستانش کرد. بله. بعد خب همونجوری با همون شکل رفتن سمت یه دونه مجتمع آپارتمانی و وارد شدن تو محبتش. اون مرده پیاده شد بره توی یکی از آپارتمان‌ها، احتمالاً می‌خواست ببینه اونجا خونش بوده یا نه، بره ببینه مثلا کدوم واحد خالیه، که این خانوم از فرصت استفاده میکنه، دستاشو باز میکنه و میتونه فرار کنه و اینجوری دارا پیداش کرد. توصیفی که اون دختر 22 ساله از ماشین مهاجمش داشت، این ماشین کوچولو موچولوی 2 در قرمز بود. با توجه به توصیف‌های دقیق اون خانوم، پلیس آلبوکرکی تونست تو چند ساعت، به فاصله چند ساعت دستگیرش بکنه. شخصی به اسم جول پاتریک کورتنی که 38 سالش بود و پدر بود و متأهل بود، 3 بچه داشت و البته یه مجرم جنسی محکوم شده بود. وقتی که دستگیرش کردن اون یه مقدار اینا سنگین از این صنعتی داغونا همراهش بود، بله، و همراه یه چاقو. بازرسا شروع کردن به بررسی گذشته جول یا پاتریک یا کورتنی. وقتی بررسی کردن متوجه شدن هولوش 6 ماه قبل همسرش یه حکم منع تعقیب علیه شوهرش گرفته. چرا؟ چون ادعا کرده بود که در واقع جول کتکش زده و سعی کرده خفش کنه. این به کنار، منع تعقیب بود. سال 2004 در واقع توی مستی
رانندگی داشته میکرده که پلیس نگرش میداره، دستگیرش میکنه و قرار بود روز 24 می سال 2004 یعنی همون روزی که بروک ناپدید شد توی دادگاه حاضر بشه، ولی خب حاضر نشد و حکم دستگیریش صادر شد. اون رانندگیش توی اورگان بود. بازرسای دوتا ایالت وقتی با هم دیگه صحبت کردن متوجه یه شباهت‌های بین پرونده بروک و اون دختر روسی شدن. چی؟ یه مقدار از نظر ظاهری و استایل و اینا خیلی شبیه هم دیگه بودن. جفتشون دانشجو بودن و جفتشون تو روز روشن ناپدید شده بودن، دزدیده شده بودن. هم دیگه مطمئن بودن دیگه بروک دزدیده شده. به علاوه اینکه اونا متوجه شدن جوئل همون آدم ربا می 2004 یه جایی سمت پورتلند بوده. حالا واسه اونا این فاصله نزدیکی حساب میشه. 1.5 ساعت با کوروالیس فاصله داشته. واسه اونا نزدیکه، واسه ما یه سفر دیگه، یه استان به یه استان دیگه است. و به علاوه این که خیلی جالبه، جوئل یه دونه دوج کاروان سبز مدل 1997 داشت و این که بررسی سوابق الکترونیکش و موبایل و اینجور چیزاش نشون میداد که اون روز صبحی که بروک ناپدید شده بود توی شهر کوروالیس بوده. دسامبر سال 2004 پلیس، FBI، کارشناسای جنایی افتادن به جون اون ون جوئل، شکافتنش و توی اون ماشین تونستن هم در واقع DNA بروک و اون در واقع خود جوئل رو پیدا بکنن و همین که تونستن چند تا تار موی بروک رو که دور یه دونه کش مو پیچیده شده بود و پیدا بکنن. جوئل توی نیو مکزیکو توی زندان بود به خاطر اتهامات جدی، آدم ربایی و داستان انجام دادن و اینجور چیزا. و خب اونور توی اورگان بازرسا داشتن در واقع برای جوئل پرونده گرفتن جان انسان رو تشکیل میدادن. ولی خب تا اون نیو مکزیکو پروندهش تعیین تکلیف نمیشد، حکم صادر نمیشد مثلا بفرستنش اینور اینجا دادگاهیش کنن، تا اینکه دسامبر سال 2007 اعلام شد که جوئل با دادستانا توافق کرده و محکوم شده به 18 سال حبس. حالا اینور توی در واقع میشد اورگان دیگه، اونجا اگه این ثابت میکردن دادستانا که جوئل چه بلایی مثلا سر بروک آورده، جونشو گرفته و چیکار کرده دقیقاً، میتونست برای جوئل حکم مرگ رو داشته باشه. 8 آوریل سال 2008 جوئل مسترد شد به اورگان برای اینکه اینور توی دادگاه شرکت بکنه. خب دادستانا در واقع چیز خاصی نداشتن، مدارکشون مدارک قطعی نبود و اینکه بدن بروک هنوز پیدا نشده بود و کارشون خیلی سخت بود، ولی مصرانه دنبال گرفتن حکم مرگ جوئل بودن. حالا اون توی زندانه، اوکی، و اونجا اهالی زندان با شرفاش وقتی متوجه شدن که در واقع جوئل چه بلایی سر دخترای جوان می آورده، تو زندان تا میخورد میزدنش، همینجوری میگرفتن پسی خورش میکردن، چون آسفالتش کرده بودن، خیلی اذیت میشد، خیلی زیاد. و خب اون داروهاش بهش نمیرسید دیگه، برای همین دیگه مقاومتش که یعنی اون انگار داشت خورد میشد تو زندان، مقاومتش هی داشت کمتر میشد. دادستانا تصمیم گرفتن که یه معامله‌ای با جوئل بکنن. اینکه خب الان مقاومتش شکسته، بهش یه پیشنهادی بدن که به جای اینکه در واقع ما پیگیر حکم مرگت باشیم اونو به تخفیف بدیم، ولی تو باید بگی بدن بروک کجاست که خانواده‌اش بالاخره بعد از هولوش 6 سال بتونن بفهمن بدن دخترشون دقیقاً کجاست. جوئل با این پیشنهاد دادستانا موافقت کرد و به گرفتن جان بروک اعتراف کرد و 21 سپتامبر سال 2009 بالاخره جوئل 42 ساله اعلام کرد که جای بدن بی جان بروک کجاست. جوئل انجام جنایتش علیه بروک رو اینجوری اعتراف کرد. اون گفت که دوشنبه 24 می سال 2004 بود که در واقع جوئل 38 ساله دنبال قربانی بعدیش بود توی کوروالیس و قبل از اینکه با بروک روبرو بشه اون سعی کرده بود 2 تا دانشجوی دیگر رو بدزده، ولی اونا موفق شده بودن در برن، فلنگو بسته بودن، تا اینکه رسید به بروک و وقتی دید چه خلوته، اینم که سرش تو کار خودشه، چقدر آروم و یه گوشه واسه خودش وایساده داره کارش رو میکنه، چه کیس جدید منه. رفت جلو با مدل این که انگار مثلا پیکه، مأمور مثلا تحویل بسته است، یه دونه پاکت فدکس هم دستش بود و رفت سراغ بروک و
بروک رو صدا کرد، اومد پیش ونش با همون ونی که داشت، اومد جلو و وقتی نزدیک شد یه چاقو گذاشت زیر گردنش و اونو سوار ماشینش کرد. جوئل بروک رو برد سمت جنگلای خیلی بیرون از شهر و اونجا وقتی رسیدن اونو داستانش کرد، اونو بستش با چسب و اینجور چیزا، اونو بست و داستان انجام داد روش. و خب شب اول بروک زنده بود و در واقع چیزی که جوئل میخواست یه قربانی مطیع بود، همجوری نگرش داره. گوسفنده مگه؟ وحشی. ولی خب صبح که شد جوئل با اون، گفتم دیگه بروک آدمی بود که دختری بود که خیلی مبارز بود دیگه، همینجوری سریع وا نمیداد، شروع کرد به مبارزه با جوئل و خب این مبارزه بروک باعث شد که جوئل عصبانی بشه و صبح 25 می سال 2004 بعد از اینکه دوباره داستان انجام داد بروک بیچاره رو با چاقو از بین برد. بعد یه ملک شخصی اونجا داشت، بدن بیجان بروک بیچاره رو برد اونجا زیر یه دونه درختی دفنش کرد و با خودش تصور میکرد که هیچ وقت هیچ کس نمیتونه اینجا پیداش بکنه، که البته احتمالا راست میگفت، خودش اعتراف کرد کجاست. توی همون روز یعنی 21 سپتامبر سال 2009 بعد از اعتراف جوئل، مامورا سریع اعزام شدن به جایی که جوئل بهشون گفته بود و اونجا تونستن پیکر بیجان بروک بیچاره رو پیدا بکنن. ولی خب چیز خاصی ازش نمونده بود، فقط اونا تونستن از طریق سوابق دندون پزشکیش به علاوه یه ساعت نقره‌ای که مادرش کریسمس بهش هدیه داده بود هویتش رو تایید بکنن. باز رسما متوجه شدن که در واقع جوئل این انجام امور جنایی اداریشو چی شد از خیلی مثلا 19 سالگی شروع کرده بود، خیلی کوچولوتر بود دیگه، خیلی قوی رفته بود تو کار و بارها به خاطر پرونده های تعرض و انجام داستان رفته بود زندان. و خواهرش یه چیز جالبی در موردش میگفت هوش ضریب هوشی جوئل در حد نابغه ها بود، خیلی جالبه. و اون میگفت که ولی از 11 سالگیش اون رفته بود تو مصرف ایناجات و از 15 سالگی یعنی تا 15 سالگی خیلی علاقمند شده بود به جبهه مقابل خداپرستی، اون یکی شیطان رفته بود اون سایت. و خب خیلی جالبه اینم بهتون بگم، همین خواهری که میگه در حد نابغه ها بود گفت که جوئل بارها شبا میومد توی اتاق به هدف این که به خواهر خودش داستان انجام بده. جوئل بیشتر دوران بزرگسالیشو بین آلاسکا و نیو مکزیکو اینجور چیزایی داشت میچرخید باز خودش، به عنوان سرایدار، مکانیک، به عنوان همه چی کار میکرد. وقتی 23 سالش شده بود با همسرش آشنا شد. اوکی، زندگی نرمال میشود به. و خب صاحب بچه شد و رفتن همون هومه آلبوکرکی، اونجا ساکن شدن. وقتی که یکم زمان گذشت اون دوباره شروع کرد رفت تو اون داستانه حاشیه‌ای وحشی بازی گذشتش و مصرف اینا رو از سر گرفت. دادگاه جوئل سال 2009 برگزار شد و سرتون رو درد نمیارم، به خاطر توافقش محکوم شد به حبس ابد بدون حق آزادی مشروط. اما خب اون یه حکم 18 سال هم داشت دیگه توی نیو مکزیکو. بعد از دادگاه، بعد از اینکه حکمشو گرفت، ارسال شد به نیو مکزیکو تا اونجا اون 18 سال حبسشو بگذرونه که یه مدتش هم گذشته بود. و خب بعد از اینکه اونجا حبسش تموم بشه اصولا باید بازگشت داده بشه، استردادش کنن به اورگان تا بیاد حبس ابدشو بگذرونه، که در واقع اون تاریخی که باید برگرده بیاد همین امساله. اما خیلی ها میگن احتمال زیاد توی همون جایی که الان هست میمونه و تا ابد توی زندان باقی میمونه. امیدوارم که این پرونده رو پسندیده باشین و امیدوارم که منو با یه لایک حمایت کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودین. تا ویدیوی بعد خب ادیاس.